تل نداشته به دست ما داده و آدم سکل بی تل را میده به دست کسی دیگر مزبکم. سلام علیکم. و علیکم مسکنی. شکر زنده. چه پیاده میره ماما؟ به خدا همیشه سوار بودم میامد و یک دفعه گل شد. من سر به در نمیکنم به نظرم تل نداره. تل نداره؟ همیشه معلوم میشه. سر تنکی رو میتونیم سر میتونیم. کلی وقته؟ کلیو نه چیز کردم. این امانت استوندم. گفتم به سر کار دارم. تلم داره ماما. تلم داره این. دورا تل بشه تو شما کجا هستی ماما جان؟ من سکل داشتم از این که کلاج نداشت. انال امرا میامد از دروازه که بیرون شدم بیامدم به تهرا گفتم چند امرار من پیاده میایم این بهم دست من. از کدو غریه ایم شما کجا هستی؟ ما از اون غله خود خوب. شما یاد نداریم همین روشن کنیم روشن کنیم بدیم به دست من. ماما جان شاک فلوت کرده باشه کد تیله یاد دارن تیله کنین سکله چی گفتی چکار شده؟ شاید فلوت کرده باشه کد تیله کنین سکله فلوت؟ شما تیله کنین سکله به تیله روشن میشه. ماما جان باشه یک انداله بزنن سکله شاید افتی شما فلوت کرده باشه. ما چون با خدا دیگر مربا کن با خدا فلوت کرده ماما جو باشه تیله میکنیم روشن میشه سعی کنیم. ماما جان این وقت بلندیه نمیشه باشه پر روی دردم از این برش دردی هر درد که میفهمی روشن میشه. تله کنیم اینجا ماما تله کنیم. ویلا در بدر شدم گور با گور شدم ساکر امانت مردم خدا اشتا کنه چی جواب مرتکر برو. ماما کجا میری؟ بله کجا میبری؟ من میرم به صحرا خو. هیچی نگو چرا گریه میکنی ماما جان؟ براده گپ نگر که چطور کنم در بدر شدم. کاشله ماما جان آخه پام چرا نگاه میکنی؟ کلیس کنده شما بابا با پام نگاه نکن به دهن من نگاه کن که من چی میگم. بابا جان تو بوز دونه شما نیست بینیه. بابا میزنم ابرو تو. چرا ماما شما چه کاره منی؟ چه کار منی؟ سکن کجا هست؟ سکن بابا یا بدی به من میگی دندونای نگاه کن پای نگاه کن. اشتا کنم سکن کی بودا؟ سکن من خوش شما ماما جون خریات نداری سورشی باید سکیل آمدی. تو از کجا هستی؟ من سلام همین سلام آمی میگو سکل من دوزی کردم دوزی میفهمی یا نه؟ خود سکل به من گفت تو تلکو مسته کن و روشن کن هم که بره وقت و رب این طرح کی بود؟ بابا من میشناسم کی بود. سکل شما بجنده شما سکل داری؟ بالیا ماما جان فکر کنون که شما ایت خیلی میبینی خیالی میبینی یعنی خر شما بسته کردین که او بخوره پیش شما بجی سخر. لا حول ولا ماما ما که روزی که خور یاد میدن که سرم من باشه خدا بیامرزه ببومه تا روزی که زنده بیدم از سند سال شما که تتر شده بیدم من ندیدم که سکل سواشم. بابا جان من به شهر کار داشتم سکل امانت بستندم گفتم من میرم زودی میام سکل بیامدم او کمرگاه خاموش شد بیامدم یک جوانی به جلو من خدا گفته که این چرا ماما به دست خود میبری گفتم من یاد ندارم روشن کنم این تل خلاص کرده ایستی بلد گوانه من یاد دارم هم که سوار شد یک چلی بکنم تا که تله کرد سکل روشن شد برم تا دهمیده. چی نام داشت مرتکه؟ بابا این دیونیه من مرتکر نمیشناختم. شما نمیدین جوانی بیده؟ خود جوانی بیده دیگه سکل شما چیزی بیده؟ سکل من؟ سیاهی بود. سیاه؟ سکل سیاه؟ سکل گب نمیزنه مرتکه حالی بود نه ما مرتکه که میگو سکل سیاه این شرقیه برو کاکا برد کار خود تو بیشتر دیگر مرخون میکنی. ای خدا ببین قبیل به خود جگر شما خون کنم اما برو بابا من خود کی سر کار دارم. سلام علیکم بابا. علیکم.
کجا بدیم بابا؟ میرم برات علف. بابا تو چرا سارا بیامیدی؟ چی؟ بابا دل ما بفتاد. چرا دل ما گفتیم یک دم خدای نکرده خاک به زبون شما، خاک به زبون شما. یک دم گفتم میشه که شکل شما نفهمیم، شما جاهل‌ترین از ما کرده، شما جوان‌ترین جاهل‌ترین. انا شکل یک پیرمرده که بیده یک شو به خیال ما شما کلانتر بود. خب فهمیدین؟ خب بیامدم تا غلط دیدم که گریه میکنم، اما سرموز خور زدم جا شما خیلی گل به سر ما بباره. خب گل به سر ما بباره بابا، بکس لغت هم سرمون ماما. خب گریه میکردن که در بدر شدم شکل ما چون مرتکه که بیامده ریشان نشده، شکل انا چه شده، شکل بستون. ما گفتم بابا یک دم خدای نکرده انا شکل شما چیز نکنیم، شکل اثر بیری نکنه که شما پیرمردا کو بخور مثل او خوردن میستونم بابا. خب من به قطع قیافه پیرمردیم ما دیگه پیش مداخی که پر نذاری میفهم یا نه؟ گپ چی؟ گپ پیرمرد. چه؟ پیرمردیم. نه شما حال نو پا به 18 شدیم، پا به 18 گذاشتیم. خب پس چه پیرمرد میگی؟ دندون تیفلیت شما 60 سواشی بفته. گو تو با من نگو، تو سکل اثر رو بدر نکنی که بدر که کلی تر میکنم. من باشم اما بابا پیرمردان میستونم. گپ کم کو؟ پیرمردم پیرمردیم. گلم تاگی شو زنو. به پیش مادر خان خواه گفته که پیرمردیه. گرمه. بیازی بابا من میگم دل میتا بابا تو بچه ده که ننه میگم دل میتا بابا تو بچه ده که گردنم بند باشه، اگه چم بشه پیار تو طلاق میدم. ایله اگه میتونم روی دندون تو بافت نکنم. کم 30 دندون تو پیش پاتو بافت. من 28 دندون دارم. برو دیگه سر دیگه برو. چاش. برو دیگه زیتار چرخ که برو پیش کسبندارو بده. تمام میرم برات علف میرم. ایشتا شرایط گنده شده، بیا به پیار خود درس بده، به پیار خود بابا سکل اصلا بیره نکن که من جونم. پیار آدم با آدم تبورغا میگه وای 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 وای. هر روزی که ما به دنیا ما بچه هم پیار خود شدن گردن ما بند بچه اگه عزیم پیار خود ما خدا بعد یک پشت نخونی خیر دیده باشی. خدا کنه به خیر خوشی مثل این مامای که مثل مرغ بده به سر کله خود میزده، مثل بابا بزیری به سر کله خود سکل بستونه که دیگه سکل دوشان نکنی. بیا از این پیلا تلای هم از اخییتی و نانه منه. داره بدر شدم گوره و گور شدم خدا اشتا بیاقلی کردم امرو براد گم نگرد بابا پرسان نکو که هیچ چیز زمان ما بدن من نمیچرخه که ما بگم. خود چکار بوشده خیریت باشه اما کس بسی برده خدا نکنه. میگم من امروز شیطان بیگار گرید به شهر کار داشتم 10 دقیقه برستان در همسران نورالله گفتم مستقل خوبه دیگه من به شهر کار دارم. برستم به تر همی سکل گل شد. سکل گل شد یک نفر همیشه میامد گفت تو یاد میداری همی تیار کنی گفت تو تیله کنه من روشن میکنم میدم به دست تو. این هم سکل سوار شد تیله کردم یک دفعه این سکل روشن شد برادر نگد که وزش برقونال من نمیفهم نمیفهمم چه کار بکنم برادر نگد گجیر بابا نمیفهمم دیونه شدن نمیفهمم بچه خوبه کردن خدا همه چی روزی به سر ما آمد. بابا چی بگی مال جواب نورالله چی بدی؟ ما مال همی گپه گجیر لعنه و بر باشه مگری بریم بری اون سکل خوش که شرکت بدر کنی اون شکل ببرده اون شما یه نمیدمیته. آخه میگم حال تو رای نشوندی بم نورالله من چی بگم؟ چی میفهم بابا چی چه کنم؟ چی میفهم؟ خدا اشتباهی کردم من دیونه شده بودم که برم پیش نورالله سکلت بستنم. بابا این نورالله که من میشناسم گردنم بند تا به ساعت شما به خود خود سکل خوش که نخره اون مال خور از خود خو از بچه خو از زن خو مال خو بیشتر مایه. نورالله خود که ما میشناسیم که آدم گندیه. حالا کن بابا خیر خود خو نخوریم میگه کاری بوده بشو. حالا چه کار کنم؟ چی بگم بگم سکل بستندم؟ من میرم به پیش نورالله من میرم خودیو گپ میزنم شما دل جمع باشین شما بریم به سرا بریم. برو چی میگی بریم؟ 4 تا دروغی بابا هریو میگم مجبورم بگم لالا همی تسکل تو را پیش بیارم ببردانه. خدا چه کار کنم؟ خیره بابا نزنین خود خود بریم بریم کاری بوده بشده خیره. چه کنم خدا؟ بابا ما چه کار کنم من حالا برم به نورالله چی بگم چی جواب ازی برتقی دوپی کلاورداره بگم بری ازی. نورالله به خدا نیه این نوراللهی که من میشناسم تا به ساعت پیار بیچاره من با خود سکل صفری از شرکت نخره اگه پیار میدیلده فکر میکنی و به می اسونی نمیده
یکی نبمی پیار بگه بابا تو که سکل یاد نداری ای کنی تو سکل ما چه کار کرده که بستردی ما برم چی بگم به نورالله من حالی برم درس را نورالله چی بگم کجی جان اشتانی بخیری جان تو جوره کی گپ حالا گپ ازی بزن که پیار تو بیامد به خاطر از اینکه من سکل به کار دارم من برم بزوغله بیامد پیار تو یا نه که مونده شدم بعد که پیاده است که از کجا بیامدم تا اینجی و تو ماست بیام تا درس را شما بیام آخر روز هم میبینی چی وقت شده تو نماده پیار تو چه کار کجی ریت ناراحتی چه کار چی گپه رعد گپ نگذیم که به خدا نیه چی بگم به چی رومه به شما بگم چه کار شده خیریت باشه پیار تو حادثه چیزی کرده خدا نکرده گپا گفتیه نه بالا بر عدادی سکل شمالا نورالله چه کار شده سکل من سکل ما که تیار بودم ما خودت خبر دارین 2 هفته 3 هفته بیشتر نمیشه که من را شرکت تا کردم با همسرا استاد میگفتم میگم نورالله سعی کنین چی میگن سکل شما که پیار ما بستونده بود میرا به شهر کاردش از اون سر می آمده و تعدی بوده و مسار سرک بوده چی رقم بوده سکل پیش پیار ما گل میشه و بالاخره هر سر میزنه سکل روشن نمیشه نفر تی میشه میگه لالا تو یاد نداری همین سکل روشن کنی میگه یاد دارم براره من خب میگه بشی یعنی من میشینم شما تلنگی من تکه میشینم و بالا سکل پیار من سکل تلنگ میده حتی که سکل تلنگ میده سکل روشن میشه حتی که روشن میشه دوم خیریات شور میده من تکه برو برا خودی سکل برا کار خود پیار ما پادر هوا میمونه سکل شما رو بردن لالا نورالله یعنی سکل دوست برده پیش پیار تو نه بابا نگه به شما درو خوب ایته کجیر پیار تو مر داره و در کرده کو مر بدبخت روزگار کرده من سمت نمیشه سکل بخریدم ایشته سکل پیش پیار تو دوست بردم خو خیلی گپی نیه من خو مشکلی ندارم برا را خود بگردم من سکل تا تیار به پیار تو بدادم هر دمی که پیار تو فارغ بود صبح امروز نمازگار دادم فرق بره به شرکت من میتونم خوش که بخرم یعنی تو اون میکنی بچه کار میکنم من سکل نو نوان دست پیار تو بدادم با چی کار دارم بچه کسته حرومه تو اونه رو نکنی ریش ما خدا ببینی تو اون حرومه من 53,000 پس سکل خوش کرد بخریدم پیار تو سوال شده ببرد گناه ندارم من خب ببرده اتفاقی بیده بفتاده خیره و خلاص دیگه بعد دیگه کجی جان من بازی گپ نمیفهمم من ان امروز ان اول نمازگار شده خیلی غمی نداره من سکل خورد تا صبح 8 بجه بگیم 9 بجه بگیم 10 بجه بگیم شما میبردم چی پیش میبردم به سوختی سر بدل هارمونی هم نبود خاله پیش بیار میبردم بازم بدل شما هارمونی نباشه بدل هارمونی من زحمت کشیدم ولی از تا باشم بل زدم جگر مکنده بوده من صبح دم که میگه پیار تو بگم من میرم شرکت یک نوی مثلا من نمیتونم برادر من کو مبنا و تا تو بل زدم جگر خب بکردم تو ما به هفته و عرض کردم بابا ما به پیار خو نگفتم که نورالله قبول نمیکنه و خدا به سر خوب ما سکل میخره انالی چی ما این جواب پس بدیم این نورالله به گپ میفهمه والله و بالله تا به سر ما سکل نخره